ما اومدیم در اینجا تا با دو حیوان فوق‌العاده نایاب، کمیاب و گنده مواجه بشیم. دو خرس. اون دو خرس نه، آن دو خرس. دو خرس که متاسفانه یکیشون گویا دلپیچه داره، دراز کشیده و از دور دلپیچه به خودش میپیچه و اون یکی هم بالای سرش داره گریه میکنه. قطع کن سوژه این ناهمواریه، قطع کن، من طاقت دیدن اینجور صحنه ها رو ندارم. قطع کنید خواهش میکنم. ادامه بدی. بیا. اینجا با من توجه کنید، به یک بچه شیر اتریشی مواجه میشوید که کنار پدر در حال سیگار کشیدن و این بچه در حال پیدا کردن طعمه برای شکار است. بیای. میرسیم به یک بز رنگی. توجه بفرمایید. این بز اثر استاد کمال‌الملک است. بیا. متاسفانه خرس‌ها در خواب هستن. بیای. توجه میکنیم به دو راکون. البته اسمشو فراموش کردم. اینها راکون هستن یا دزد بلال. نگاه میکنیم. البته ما در کشورمان از اینها داریم که روبروی پارک ملت داد میزنن بلال بلال. فعلا میرویم به دنبال حیوانات دیگر. رسیدیم به اینجا. بیا. این یک خرس وحشی و درنده سیاه است. یک خرس که متاسفانه کی دیگه در پشت سرمان هست. بگیر و فرار کن. فرار کن. ببین منو میبینه بچه وای میسته. عجب خرس نجیبی. وای اینو نگیری سانسور کن. این خرسه رو از بالا تنه بگیرین. بیا اینجا ببینم. بیا اینجا همون کارت دارم. عجب خرسی. یا این بانوی مهربان جلب توجه کرده. رشتی؟ چرا رشتی؟ خرس مرا. اکنون میرویم سراغ راز بقا برای جمعی از رشتی‌ها و هموطنان عزیزمان در کشور ایران. یک نمونه از حیوانات رسیده این که بسیار بسیار این حیوانات در استان گیلان خطرناک به حساب می آیند. فقط توجه بفرمایید به ظاهر خطرناکشان. دقت بفرمایید. وای ببین اون بالی که میزند استان گیلان را به لرزه در می آورد. می رویم به دنبال حیوانات خطرناک دیگر.